کودکان نسل آینده‌ساز و امید برای آینده جهانند. ما در این برنامه مسائل مربوط به حیات و فعالیت کودکان را در سراسر جهان بررسی نموده منظور شما می‌گردانیم. کودکان کشوری آزاد و آرام. تاجیکستان و وضع کودکان و نورسان در کشورهای بی‌ثبات و ناآرام جهان. استقلالیت تاجیکستان، دوره سعادت و کمالات کودکان و نورسان. کودکان امروز پدران و مادران فردا هستند. آمارهای بین المللی دموگرافی سازمان ملل متحد آید به وضع کودکان جهان نشان می‌دهد که حالا بخش عمده اهالی جهان را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌نمایند که از آنها به عنوان نسل نو عالم، امید برای آینده جهان و ادامه اجداد انسانیت یاد می‌شود. اما فراتر از همه امروز بخش زیادی از کودکان در کشورهای فقیر و دولت‌های زیر سایه جنگ و تهدید تروریسم و افراطگرایی گریبانگیر وحشت و بیرحمی و یتیمی و خانوادگی میباشند. جنگ‌های خانمانسوز و حضور قدرت‌های جهانی در زیر سیاست موقع‌جویی و تقسیم مالکیت در منطقه شرق نزدیک و سرزمین‌های پدری مسلمانان هزاران نفر از کودکان را یتیم و بی‌سرپناه نموده است. کشورهایی که درگیر جنگ، حمله‌های تروریستی و مسلحانه، افراطگرایی، بی‌ثباتی و ناامنی هستند، در آن کشورها از حقوق و آزادی‌های کودکان خبری نیست. یکم ایون روز بین المللی محافظت کودکان. اختصاص نمودن چنین روز برای کودکان سیاره و حفظ حقوق و منفعت‌های آنها هنوز بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1949 در شهر پاریس فرانسه با نمایندگی دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد صورت گرفته. بیش از 68 سال می شود که جامعه بین المللی برای حفظ حقوق و آزادی کودکان و تأمین شرایط ارزنده آنها وظیفه خود را به طور باید و شاید انجام می دهد که به اندیشه کارشناسان امروزها تلاش‌های جامعه جهانی در راه نجات کودکان و تأمین عدالت اجتماعی و مالکیت با آنها ناکفایه باقی مانده است. با گذشت سالهای زیاد از جنگ جهانی دوم، تحولات زیادی سیاسی و امنیتی و مبارزه‌های ژئوپلیتیکی در جهان اوج گرفته برای سعادت کودکان و نورسان مانع ایجاد نموده است و در اینجاست که برابری سازمان‌های با نفوذ سیاره از قبیل سازمان ملل متحد، سازمان یونیسف، نهادهای دیگری کمک رسان، باز سازمان بین المللی حمایت از کودکان تشکیل شده است که مقصد اساسی آن نجات کودکان در کشورهای زیر سایه جنگ و افراطگرایی خشونت‌آمیز، تأمین داروهاری‌ها و خدمت‌رسانی‌های طبی به همه کودکان در جهان است.
با نظرداشت وضع زود تغییر یابنده جهان و تهدیدهای فرامنطقوی، فرهنگی و اخلاقی و سیاسی با افکار کودکان، زیستن در زیر سایه امنیت و آرامی اساسی ترین نیازهای کودکان در سطح جهان است. زیرا امروزها ناامنی و بی‌ثباتی در یک قطار کشورهای جهان کودکان را دچار وحشت و جدایی و مهاجرت و پناهجویی کرده است. 27 سال صاحب استقلالی تاجیکستان این سالهای سربلندی و سعادت برای کودکان و نسل نورس کشور محسوب می گردد. کودکان ما در دنیای زندگی می کنند که سیاره زمین را دیگرگونی های کلی سیاسی و امنیتی از قبیل تروریسم و افراطگرایی، تجارت انسان، بحران های دموگرافی و اخلاقی و روحی و روانی فرا گرفته ایستاده است. مایه افتخار و سرفرازی است که استقلالات دولتی و تلاش‌های پیگیرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن برای طفل تاجیک شرایط سازگار حیات آزادانه را فراهم آورده است که آینده دولت و ملت از آنها وابسته است. با امید آبادی وطن، سعادت ساکنان تاجیکستان، خدمت برای حفظ شرف پاک انسانیت، سعادت و سربلندی کودکان، اینجا برنامه تاجیکستان و جهان به پایان میرسد. همیشه هم قدم وحدت و اتحاد باشید، زیرا اتحاد ما این قدرت ماست.